سلام بیننده ها و خواننده های گرامی رادیو آزادی. در صحبت ما سفیر و نماینده اتحادیه اروپا در تاجیکستان هستند و خیلی خوش آمدید جناب هدایت ویشویچ. شما درباره استراتژی نوی رشد ملی تاجیکستان صحبت کردید که قرار است اتحاد اروپا در همکاری با حکومت تاجیکستان رویش کار میکند و میگفتید که تمرکز این استراتژی بیشتر بالای چی چیزها است؟ Well, first of all, we appreciate the efforts of Tajikistan to prepare and elaborate the new development strategy. ما از تلاش‌های تاجیکستان در امر تهیه و ایجاد استراتژی نوی رشد استقبال می‌کنیم. این سند آمادگی تاجیکستان را برای وارد شدن به مرحله نوی رشد به نمایش می‌گذارد و نه تنها به خاطر وضع فعلی اقتصاد این کشور، بلکه همچنین به خاطر چالش‌های جهانی که بسیار کشورهای جهان از جمله تاجیکستان با آن روبرو شدند. این چالش‌ها مربوط به امنیت، نبود ثبات در بازار و اقتصاد و دیگر مشکلات زیاد است که تاجیکستان حالا با آنها مقابله می‌کند. یک بخش این چالش‌ها هنوز هم میراث سالهای بعد کسب استقلالیت تاجیکستان است. من در این کشور بیش از 2.5 سال است که زندگی میکنم و خودم هم از یک کشوری اروپایی آمدم که جنگ را پشت سر کرده است. ما هم از مرحله بعد کمونیستی گذشتیم و دشواری‌های پشت سر کردن این مشکلات را خوب درک میکنیم. بعد کسب استقلالیت و اختلاف‌های داخلی زمان جنگ شهروندی این کشور، آن سالها تاجیکستان هنوز رشد نکرده بود. این حادثه‌ها پیامدهای خیلی سختی بشری و اقتصادی در پی داشت. تاجیکستان تقریباً 10 سال رشد را از دست داد. حتی خود موجودیت این کشور تحت خطر بود. بعد سازشنامه صلح این کشور به مرحله مصالحه ملی و مدیریت بعد جنگی وارد شد. این کشور تازه به مرحله رشد قدم گذاشت که اقتصاد جهان دچار بحران شد. اقتصادیات روسیه ضعیف شد. در بازار جهانی نرخ آلومینیوم و پخته پایین رفت. حالا این کشور به حالت رسیده است باید از زانو برخیزد و به پای خود مستحکم بایستد. از نظر من حالا ضرور است که رهبریت این کشور از پی اجرای یک دیدگاه فراگیر استراتژی باشد. کشور را پرقدرت کند و به حد به آن نیرو ببخشد که تواند به چالش‌های بیرونه پاسخگو شود. از نظر ظاهری تاجیکستان فرسخ‌ها دور از اتحادیه اروپا است که کشوری نسبتاً خرد است، ولی موقعیت ژئوپلیتیکی تاجیکستان در آسیای مرکزی با 1400 کیلومتر مرز مشترکش با افغانستان، مکانی که بازیگران اطراف این کشور هدف‌های مختلف را دنبال می‌کنند، اهمیت سیاسی و امنیتی تاجیکستان را در سطح منطقه و جهان خیلی مهم می‌کند. بار در یک صحبت یک دیپلمات آمریکایی به هنگام بازدیدش از دوشنبه از من پرسید که چرا تاجیکستان باید برای ما مهم باشد. من با گفتم که اگر درهای تاجیکستان با ضرب نیرو باز شوند، پیامدهای آن را به شکل 5000 کیلوگرم مواد مخدر در آمستردام خواهیم دید. این مکان به یک منبع احتمالی دیگری مهاجران تبدیل می شود. از همین خاطر هم تا اندازه تاجیکستان یک کشوری مهم است. این کشور در روی یک ولکان نشسته است که به تمام جهان تهدید می کند. از همین خاطر هم ما از اراده سیاسی مقامات تاجیکستان استقبال میکنیم که آماده هستند اقتصاد این کشور را به مرحله تدریجی خودکفایگی وارد میکنند تا که این کشور تواند در مقابل چالش‌های بیرونه پاسخگو باشد و زندگی شایسته و بهتر را برای شهروندانش فراهم آورد. We welcome the fact that Tajikistan authorities اگر ما مشخصا شما را در رابطه به همین استراتژی رشد ملی بپرسیم، شما چی میتونید بگویید که روی کدام زمینه ها کار میکنید؟ Well, first, the assistance is that we have constant institutional dialogue. کمک اولین درجه ما در مذاکرات پیوسته بین ساختارها است. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راههای مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. شاید شما خبر دارید که حکومت تاجیکستان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که مشترکاً در تطبیق استراتژی ملی رشد برایش کمک کنند. بعد این نشست زیر کمیته همکاری ها به خاطر رشد دست به کار می شود و این زیر کمیته میان حکومت تاجیکستان و اتحادیه اروپا برای بررسی و ارائه کمک های عملی سفربر می شود. در مرحله 4-5 سال بعدی تمرکز ما سری عمیق‌تر کردن اصلاحات در نظام معارف، بهداشت و رشد دهات روانه می شود. And of course developing rural development. در سالهای اخیر سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان، یعنی این زمینه ها را در تاجیکستان بیشتر انتقاد می‌کردند و شما
آیا در این استراتژی نوی که شما روی دست گرفته اید در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر در تاجیکستان کارهای میکنید؟ Well, I'll try to answer in this way. Without the biggest من به این سوال چنین پاسخ میدهم: یکی از حقوق‌های مهمترین حقوق برای رشد اقتصادی است. در شرایط نبود رشد اقتصادی در جامعه شهروندی همیشه مشکل وجود خواهد داشت. بدون رشد اقتصادی همیشه خطری فعالیت‌های مختلف مقامات دولتی و احتمال ایجاد تفریقات در جامعه پیش می‌آید. به همین خاطر من باور دارم که برای رشد اقتصادی و بهبود محیط اجتماعی در تاجیکستان خیلی مهم است که حقوق انسان پررا رعایت شود. جامعه شهروندی و مطبوعات آزاد فعالیت کامل داشته باشد. یک چیز را نباید فراموش کرد که توازن بین تامین ثبات امنیتی و گوناگوناندهی سیاسی، دموکراسی و حقوق انسان رعایت شود. از دیدگاه اتحادیه اروپا ما چالش‌های مربوط به امنیت و ثبات و خطرهایی را که تاجیکستان با آنها روبرو است درک می‌کنیم. ولی ما هیچگاه طرف دیگر این سکه را عاید به تامین حقوق بشر فراموش نخواهیم کرد. من آشکارا میگویم که برای اجرای استراتژی نوی رشد دعوت به یک سازش ملی و نیروی فراگیر ملی لازم است. مسئولیت آینده یک کشور نمیتواند تنها مربوط به این یا آن بخش جامعه باشد. از نظر من تاجیکستان باید یک درک نوی ملی را پیدا کرده کشور را به سمت رشد حرکت دهد. خوشبختانه ما با تاجیکستان توسط دو راه مذاکره میکنیم. راه اول در چهارچوب مسائل امنیتی با رهبریت بلندپایه است و دیگر فرمت گفتگو مسائل حقوق بشر را در بر میگیرد. همین دو چهارچوب راه همکاری های فعال ما را فراهم میآورد. And the other one is our human rights dialogue. میخواستم در مورد فعالیت سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان سوال کنم. آیا تمدید فعالیت سازمان امنیت و همکاری در تاجیکستان حل شد یا نه؟ The question for the Organization of European Security and Cooperation. این سوال مربوط به سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. البته من حالا خبر ندارم که آیا مذاکرات و مشورت‌های میان ساحه و حکومت تاجیکستان تا کجا رسیده است. تنها امیدوار هستم که یک معامله حاصل خواهد شد. شخصا خودم امیدوارم که حضور رسمی این سازمان تمدید می شود. اینچنین شخصا امید دارم که در مدت کار این سازمان با نظرداشت واقعیت‌های امروزه تاجیکستان تحریر جاری می شود. البته صحبت در این موضوع در صلاحیت من نیست، ولی مدام که از من پرسیدید میگویم که ساحه به این کشور در زمان جنگ شهروندی وارد شد. رسالت این سازمان در این مدت بیش از 20 سال همانگونه باقی مانده است. در این بین کشور خیلی دیگر شد. تغییرات این کشور به نظر من باید در برنامه‌های کاری ساحه هم انعکاس شود. از نظر مناسبت عمومی تاجیکستان با شریکان بین‌المللی‌اش به نظر من تاجیکستان باید همکاریش را با ساحه ادامه دهد، چون که این سازمان یکی از منبرهای مهم در صحنه بین‌المللی است که برای کشورهای خرد امکان شنیده شدن صدای آنها را فراهم می‌آورد. Most important platforms in particular for the small countries to have their voices heard on the international scene. اتحاد اروپا قبلا از حکومت تاجیکستان با پخش یک بیانیه درخواست دعوت کرده بود که مسئله محاکمه زندانیان سیاسی در تاجیکستان و به همین طور مسئله وکیل دفاع این زندانهای سیاسی به گونه شفاف گذرد. فعلا شما از احوال این زندانیان و همینطور وکیل دفاع آنها بزرگمیر یاروف چی آگاهی دارید؟ This is part of our constant permanent dialogue with Tajik authorities. It is true. این موضوع یکی از موضوعهای مذاکرات ما با حکومت تاجیکستان است. این حقیقت است. ما از آنها شفافیت محاکمه‌های دادگاهی را تقاضا کرده بودیم. ما طبیعت قانون‌های تاجیکستان را می‌دانیم. تاجیکستان می‌توانست در تأمین شفافیت و عدالت بیشتری دادگاهی اقدام کند. باید اعتراف کنم که فعلا چیزی بیشتری در این زمینه گفته نمی‌توانم. سببش این است که ما تمام جزئیات را نمی‌دانیم، چون که ما درباره خود این قضیه‌ها معلومات کافی نداریم. از همین خاطر هم ما از شرح این قضیه‌ها خودداری می‌کنیم. ولی ما در مذاکرات با مقامات بخصوص با دادستان کل هستیم و از باز بودن این مذاکرات استقبال می‌کنیم. یک چیزی که خصوصیت همکاری‌های تاجیکستان و اتحادیه اروپا را ویژه می‌کند و شاید در تجربه‌های همکاری‌های دیگر نقاط جهان دیده نمی‌شود این است که ما با وجود داشتن موقعیت‌های مختلف همیشه با همدیگر می‌توانیم خیلی باز و صمیمی صحبت کنیم. Is that even when we have different positions, we are able to talk to each other very openly and sincerely. تشکر شما جناب هدایت بدیش. زنده باشید.